سلام كمسك الختام. آیا می دانید چه کسی سپر از آتش دوزخ برای شما می شود؟ به نام آن که جان آفرید. جواب به چنین سوال را در این حدیث خواهید شنید. مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد روایت می کنند: زن با 2 دختر خود به منزل من آمد و چیزی درخواست کرد. بجز یک خرما چیزی نداشتم و به او دادم. آن زن خرما را به 2 دخترش تقسیم کرد و داد و خودش چیزی از آن نخورد. سپس از منزل بیرون شدند. همین که رفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه آمدند. ماجرا را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردم. آن حضرت فرمودند: هر کسی را الله جل جلاله به وسیله چند دختر مورد آزمایش قرار بدهد و او آنها را درست تربیت بدهد، آن دخترها در برابر آتش دوزخ سپر خواهند شد. روایت بخاری و مسلم. پدران بزرگوار و مادران محترم، دختران شما سپرهای شما از آتش دوزخ هستند، به شرط آنه که شما آنها را تربیت اسلامی بدهید. ما بعض مردها را می دانیم که وقتی که دختردار می شوند غمگین می شوند و زن را در این عیبدار می کنند: ای برادری عزیز، بدان که آنچه که الله بر تو خواست آن بهتر است. الله بر تو سپر از آتش دوزخ را خواست. پس تو وقتی که صاحب دختر شدی بدان که این دختر سپر می شود برای تو از آتش دوزخ. و برای چی تو ناراحت می شوی از این نعمت و برای چی تو زن خود را عیبدار می کنی، حالان که این انتخاب الله سبحانه و تعالی بر تو است. پس این سپر را بپذیر و خوشحال شو و او را تربیت بکن. الله سبحانه و تعالی می فرماید: شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد. پس ای آن کسانی که از دختردار شدن حذر می کنید، این را بدانید که خداوند این نعمت را به شما عطا کرده است و این را خواسته است. این خواسته الله است و خیر است برای شما. پس این نعمت خدا را پذیرفته تربیت کنید تا برای شما سپر از آتش دوزخ بشود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.